مارکسیسم یا مارکسیزم یه مکتب سیاسی اجتماعیه که اواخر قرن 19 توسط فلسفه و ایده های کارل مارکس و رفیقش فریدریش انگلز شکل گرفت. این دو فیلسوف آلمانی سال 1848 یه جزوه با عنوان مانیفست کمونیست می‌نویسن که بعدها میشه شالوده مکتب کمونیسم. توی این جزوه یه جمله معروف هست که اساس و بنیان مکتب مارکسیسم و کمونیسمه. میگه تاریخ تمام جوامع موجود تاریخ مبارزات طبقاتیه. از نظر مارکس جوامع به دو دسته یا دو طبقه تقسیم میشن. یکی بورژوازی که طبقه حاکمه و بیشتر ثروت دستشه و دومی طبقه پرولتاریا که طبقه ضعیف و ناتوانه و برای زنده موندن مجبوره برای طبقه حاکم کار کنه. مارکس میگه دلیل این جدایی و نابرابری در جامعه سیستم سرمایه‌داریه و راه حلی که برای منحل کردن این سیستم میده چیه؟ واژگونی نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب کارگری و لغو مالکیت خصوصی و همچنین از بین بردن سیستم کار مزدی. مارکس معتقد از این طریق جامعه آزاد و بی‌طبقه به وجود میاد که بر پایه برابریه. به نظر مارکس جامعه‌ای که بر اساس تفکر سرمایه‌داری اداره میشه انسان رو به سمت ایلینیشن یا از خود بیگانگی میبره. از خود بیگانگی یعنی چی؟ یعنی فاصله گرفتن از طبیعت انسانی. و زمانی این اتفاق میفته که آدما بیشتر تایم روزشون رو توی کارخونه مشغول به تولید چیزایی هستن که نه تنها هیچ معنایی براشون نداره بلکه هیچ مالکیت مادی و معنوی روش ندارن و هدفشون از کار کردن فقط همون حقوق ناچیزیه که آخر وقت قرار از کارفرما بگیرن. مارکس میگه چیزی که تاریخ رو پیش میبره اقتصاده. برای همین اقتصاد رو زیربنا در نظر میگیره و فرهنگ، سیاست، دین و بقیه چیزا رو روبنا و میگه فرهنگ و بقیه موارد تحت تأثیر مستقیم زیربنا یعنی ابزار تولید اقتصادی میتونه پیشرفت کنه. پس کارگرها برای رهایی از یوغ سرمایه‌داری باید توی زیربنا تغییر ایجاد کنن. از طرفی مارکس به نوعی ماتریالیسم یا ماده باوری معتقد بود. ایده دیالکتیک ماتریالیسم مارکس رو میشه توی مجموعه دست‌نوشته‌های مارکس و انگلز با عنوان ایدئولوژی آلمانی پیدا کرد. حرف و ایده این دست‌نوشته‌ها مسیر تاریخ رو عوض کرد و جنبه جدیدی از سکولاریسم یا دنیا باوری رو وارد آگاهی انسان کرد. میگه آگاهی تعیین کننده زندگی نیست بلکه زندگی انسان آگاهی اونو تعیین میکنه. یعنی آگاهی انسان از وجود و حقوقش توی دنیا توسط موجودی معنوی یا ماورایی شکل نگرفته بلکه هویت انسان‌ها توسط خودشون ساخته میشه. به عبارتی جا گرفتن انسان‌ها توی طبقه سرمایه‌دار یا